میخوایی به تو گویم که شرف آزاد شرف در نزد تلویزور پایش را دراز کرده نشسته از تو رها یافتنش را جشن میگیرد. شرف برای همین بیهوده داد نزن. خدا جزای تو را دهد. اگر مرده خواهی مردن گیر. انسان کمی خیرت کند راهی خلاصی مییابد. فهمیدی؟ از بندها رها مییابیم اما دیوار را چیکار میکنیم؟ در دام ماندیم مثل مش بچه در دام ماندیم. چی میخوای امیر؟ جواب نمیدیم. زنگ زدن گیر. به تلفن هم جواب نمیدهد. آخر باز چی نقشه کشیده ای شرف؟ چرا این کارو کردید؟ چرا پدرم رو گریزوندید؟ وجدانم نگذاشت که آدمی بیگناه به این احوال گرفتار شود. چی اکنون حالش بهتر شد؟ با گناه شما فراری شد. اکنون به بیگناه بودنشان کی باور میکند؟ فریده کاری شدگی شد. آخر آقای کمال نیتی بد نداشت. خانه از آنی کیست؟ به فکرم این کارو تنها نکرده اید؟ من کردم. خودم تنها. باور کردنش مشکل اما من در طرف شما هستم. همراهی پنار بودنم برای آن است که از او قصد گرفتن میخواهم. برای همین خانه دار شدید؟ حالا هم به من باور نمی کنی. این طور باشد به سوال من جواب ده. تو را به کوه سفیداره کی جیغ زده بود؟ من به تو پیامک من فرستادم. مکتوب را به خاطر بیار. از بین کتاب یافتی. آن را هم من گذاشته بودم. تو را از سختاری ویرانم من نجات دادم. شما؟ با پنار خانه‌دار شدم تا به اون نزدیک شده از نقشه هایش آگاه باشم. فریده دخترم، روزی که مادرت را بردند آقای کمال به نزدم آمد. گفت که فریده را باید محافظت کنید وگرنه من از کجا می دانستم که تو در آن خانه کار میکنی؟ اکنون به من باور کردی؟ صبح بخیر خانم آسیا. در اینجا باز یکون کسی دیگر هم هست؟ که بوده میتواند. چرا پرسیدی؟ کمال از پسش رو. خانم رانا خوش آمدید. خوش باشید. خانم رانا همشیر است. پدرت را تبابت میکند. صبح آمده بیگاه برآمده میرود. خانم همشیره مرحمت. کمی پیشتر احوال بیمار وزنی شد. مرحمت. یاریده یکان کس هست. ما را از اینجا برارد. یاریده یکان کس هست. داستانم آبیله شدم. بیهوده زور نزن. شما خواطر نشوید جناب. در یک لحظه اینجا را بخواهید. آنها متخصص این کارند.
صدای چیست؟ صدای ماشینای ساختمانی هست، اما اونها خبر یافتن برای نجات دادن ما آمدن. یاری دهید ما در اینجاییم. سفزت نکن. در اینجاییم. مگر برای نجات دادن با کران می آیند؟ پس این چیست؟ بینا را میشکنند. بینا را میشکنند. یاری ده. یاری ده. یاری ما را ده. نجات دهید. یگو کس هست. یاری نشونه ده. بید. یاری ده. یاری ده. بلو زند یاری ده. حاضر کارگران می آید. در 1 ساعت تمام دینامیت را می ریزند. شما بعد از ترکیش می دهید. شما خواطر نشوید اکا. اینجا رو در 1-2 روز تازه میکنیم. هیچ چیز نمیموند. این تویی گمان کردم که فریده پیرزن رو فرستاده است و خودش نمی آید. با کجا رفته است؟ مگر می گوید که خواهد می آید، که خواهد می رود. لبای امیر، چرا ما رو به حالم نمیگذاری؟ شرف تو در آن بنا چیکار میکنی؟ شرف خودت را به نادانی نزن. بنایی که صبح به نظرش رفتی من تو را پیگیری کردم. تو چرا پنهان تلفنم رو در جای کار رفتاندم. برای گرفتنش رفتم. چی باید با توی ثبات دیم؟ اقلا یگان دروغی گوی که به آن باور کرده شود. انشالله این کاری تو با پینار علاقه ندارد. من تو را خوب میشناسم. تو برای کیک شده کرپه رو میسازانی، بعد عذاب وجدان کشیده خودت رو میخوری. Caillou. Lai lai la 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 lai 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 la lai la lai 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 la lai 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 la lai. خاله جان خوب هستید؟ فریده در کجاست؟ پسرم میگویم اما چطور گفتنم رو نمیدانم. چی شد؟ مرا خواطر نکنید، گپ زنید. من دیروز در بیمارخانه شخصی که پدری فریده رو دزدیده بود دیدم. خیر؟ وقتی که در راه می رفتیم باز همان آدم از پیشمان برآمد و فریده نشان دادم. از پس اون آدم رفت؟ بله. احوال پدرم چه خیلی است؟ به این هم آقای دکتر گفتن که احوالشون وزنین است. من همکاری از دستم اومده رو میکنم. شما براحت باشید. خدا شفا دهد. خدایا نخود پدرم با همین باری وزنین از دنیا گذرند، نخود روزهای آخرینش همچون گناهگار با کوشش میکنم تا این طور نشود. و تو گفتم که دیر یا زود آنها را شرمنده میکنم. اکنون غیر امکان است. پینار و تیمور از دیروز باز غیب زدند. شما خبر ندارید؟ نه. آنها رو شخص سلاحداری دزدیده است. تو چه میگویی؟ میترسم که باز شرف نباشد، چون که از خودش نبودن کودک رو فهمید. معلوم میشود که یک امکانیت دیگر داریم. با او گپ زده او را راضی کنانیم، به ضرر کار را حل کنیم. گپ زدیم اما این کار میکند. باید یگان راهی باشد. شرف است. من به چی میگویم؟ با اینجا چرزن. چی گفتید؟ او را تنها همین راضی میکند، چون این احوال پدرت را دیده شاید پشیمان شود. لبا شرف. فریده تو خوب هستی؟ خالم همش رو با من نقل کردن. چی گپ است؟ آن مرد کیست؟ خواطر نشو، من خوبم. در کجایی؟ به تو سراغ رو میدیم. با اینجا اومده خودت بین. مایلش. در کجایی میگویم؟ گپی تلفنی نیست. با اینجا بیا خودت میبینی. مایلش گپ زن. کجاست؟
سلیم گلدره در کجاست؟ به فکرم در اتاقش است. بس است اکنون مرا بسیار عذاب ندهید. کاری از دستم آمده رو میکنم. 1 ساعت پیش از هفته وگزل برای اسمت چپته خرید است. دوامش کاری شما. به من نگر. این طور هر وقتی که خواهی خود سرانه از این کار نمی برای خانم گلرو. چیز که در دستی او بوده مرا نیست میکند، میفهمی؟ نیست میکند. به من کمک میکنی. وگرنه وقتی رفتنم تو رو هم همراه هم میبرم، دانسته باش. بس است اکنون مرا بازیچه کرده اید. از این زیاد به شما خدمت کرده نمیتوانم. بس است اکنون دیگر به من زنگ نزنید. برای کارهایم جواب میدهم. ببخشید 1 دقیقه شما رو ممکن؟ لابای چرا ما حرکت نمیکنیم؟ راننده رو انتظارم اپا جون. حاضر میوید. انا راننده هم اومد. گلدره تو یگان مشکلیه داری؟ نه. با کی گپ زدی؟ با یک آدمی. مسئله شخصی. من تا این وقت با کسی چنین گپ زدنت را نشنیده بودم. برای همین پرسیدم. از این پیشتر غیر از مسئله کاری به تو چیزی گفته بودم؟ تو به زبانی خودت گفتی ما تنها همکاریم. بگذار همین طور ماند. به من کاردار نشو. گفتم که مسئله شخصی. اما جان با فکرم فهمیدن فریده خوب شد. یعنی هیچ نباشد او کمی براحت می شود. نمیدونم. اگر با آقای کمال باور نکرده باشد برعکس می شود. زنگ می زند. چی شد آقای کمال؟ خواطر نشوید، همش خوب است. خدا را شکر. لیکن یک چیز رو شنیدم، خبر دارید؟ حاضر با ایشیل در همین خصوص گپ زدیم. میدانید کی رو گمان بر میدانند؟ کی رو؟ شرف را. او پسرش نبودنی خیرالدین را فهمیده است. فریده میگوید که برای همین این کار رو کرده است. اکنون چی کار میکنیم؟ من علاقه کردم. شرف رو به اینجور چیز زدم. چرا این خیل کردید؟ اول شخص بیگناه رو دیده پس گردد گفتم. شرف مردی با وجدان است. اگر این خیل نمی بود این قدر وقت با گپی پینار عمل میکرد. برای خیرالدین او را راه داد. اکنون عصبهایش ویران شده است. امیدوارم کاری درست کردید. یعنی باز کارمون مشکل نشود میگویم. چون که چی کاری نکنیم از طرف دیگر به سرمون بلا میشود. من از شما خبر انتظار میشم. مالش. اینها چی کار میکنند؟ به فکرم ویران کردن رو شروع کردند. وقتی که بمب رویمون افتاد بعد میفهمیم. من سخت میترسم. التماس یکون کار کن تیمور. صدا نیست شد. نخواهد یک شاه را کندن اینقدر دشوار باشد. شده که خواطر نشوید. بچه ها دینامیت ها را جاگیر کردند. با بلنگاه اعلان کنید همه به بیرون برایند. زودتر کار را سر کنید. بگذار ویران کنند. بگذار تر کنند. بگذار موریم. به این همه از ترس میمورم. بینا را خالی کنید. در درون هیچ کس نماند. او چی میگوید؟ بینا را خالی کنید. در درون هیچ کس نماند. کار جا به جا گذاره دینامیت به آخر رسید. حاضر تر کردن را شروع میکنید. دینامیت میگوید چی؟ بینا را میترکونم. یاری دهد ما در اینجاییم. یاری دهد. ما
مادر درونه ما رو بشکنه. ما رو نجات ده. مادر درونه یاری ده. لاخی مادر درونه یاری ده. به فکرم تب دارد. احوالش خوب نمی نماید. چی می شده باشد؟ خانم همشیره، کنی تبش رو بینید. با فکرم شرف آمد. ایستید باید اول ما رو بیند. مالش. اینجا خانه کیست؟ پدرم درو میفهمونم. فریده تو چرا در اینجایی؟ چون که پدرم اینجاست. او رو کی آورده است؟ کمال. کدام کمال؟ شرف، اصلا کمال با پینور ساخته کارونه خانه دار شده است. یعنی همش. تو چیا میگویی؟ کمال با پدرش چه علاقه دارد؟ نیکی کردن خواسته است. فریده من کوشش میکنم از پینار خلاص شوم، تو باشی با شوهرش همکاری میکنی. آقای کمال چونانی که فکر آقای میکنی. کمال؟ او از کی باز آقا شده است؟ فریده از برای خدا مرا دیوانه نکن. جای پدرت رو نشان ده. هر چی لازم باشد میکنیم. چرا او راز بیمارخانه گریزانده است؟ این طور باشد پدرم در آمده خودت بین. اگر کشتن میخواست او رو به اینجا نمی آورد. آها فهمیدم. جانان یگید شما خانم؟ منم بله. در تلفن شما رو میپرسند. ما رو میپرسند؟ بله. تلفن انا در نزد راننده. لبای سفرها بخیر خانم جانان. تو؟ بله من. فکر کردی که از من میگریزی؟ اگر به سوراخی سوزن هم درای تو را میابم. خوبش همون دیسک را به من ده. فهمو؟ من یکون دیسک ندارم. من رو به حالم گذار. دروغ میگویی. دروغ. لیفافا در دستی من است. در درونش باشد میدونی چی نمیرسد؟ همان دیسک. خانم خوب هستید؟ خوبم. خواهش میکنم همینجا نگاه دارید. من باید فرایم. در شهرام من کدا نمیتونم. تا ایستگاه نوبتی انتظار میشوید. گوش کن. تا امروز به شما بدی زیاده کردم میدانم. این را نیکی نیو همچون عذر قبول کن. اما من باوری دارم که آقای ایخان بیگناه است. این کار را پینار و تیمور آن دو بیناموس کردند. حسابی من با پینار است. برای همین میخواهم که هر دویشان جزایشان را بینند. به این هم آنها گم شدند. شاید خواهشت اجرا شد. اما تو با این یگان علاقه نداری. همین طور نی؟ فریده در این مسئله گپ زده بودیم. گوش کن. اگر از روی قهر و غضب کرده باشی تو را میفهمم. اما اگر آنها را نیابیم این مرد تمامی عمر با موری قاتلی زندگی میکند و عذاب میکشد. شرف، مگر زندگی همون بیهوده نمیگذرد؟ مگر میارزد که برای آنها تو رو حبس کنند؟ چی میخوای که بعد از پدرم تو رو هم از دست دهم؟ خواطر نشو، این تم نمیشود. راحت باش. من با آنها علاقه ندارم.
با امیر چی طور میگویم؟ کوری پدرم رو چی طور میگویم؟ اوف پدر اوف. مرا ببخش که ناراحتت کردم. در نزد در یک مکتوبی برای امیر بود، آن را نمی‌یابم. تو گرفتی؟ بله من گرفتم. امیر آید به او میدیم. میلش شاید مهم باشد، باز فراموش نکنی گم نشود. باید حتما به امیر گویم. رفیق کمیسر تابتون خیر است، اما من هم یک خبری نه اونقدر خوش دارم. بهترش نگوی سلیم. نه مکتوب بانک است. بله راست. باید این مکتوب ها را جمع کنم. تمام حساب های کارتی به من لازمند. این چیست؟ چی بود است رفیق کمیسر؟ دیروز مساله ساختمان گرفتند، باز از منطقه جنوبی. دیروز من هم با آنجا رفته بودم. من رفته با خودش گپ زنم. یاسمن گوش کن، اگر مهم نباشد دیرتر گپ میزنه. میلش امیر خیلی مهم است، در خصوصی پدرم. خیر تو را گوش میکنم. این صبح برایت یک مکتوب اومده بود. از کی اومدنش را نمیدونم، مادرم گرفت. خیر پدرت به این چی علاقه دارد؟ بعد پدرم به این اومد، گویا برای دیدن من اومده باشد. بعد من به آشخانه رفتم. یاسمن تو به من چی گفتن میخواهی؟ گوش کن امیر، پدرم مکتوبی به نام تو آمده رو گرفت. چرا؟ نمیدونم امیر، لیکن از پیشی چشمونم اون مکتوب رو گرفته رفت. مجبورم که این کارو کنم گفت. یعنی او تنها برای گرفتن اون مکتوب اومده بود، من بهونه. یاسمن لیکن پدرت از کجا خبر یافته است؟ آخر مکتوب صبح آمد میگویی، کی به او گفته است؟ امیر التماس آرام شو. چی طور گویم؟ گفته خیلی فکر کردم، اما از روبرو شدم با پدرم میترسم. من دیگر گپ زدن نمیتوانم. امیر گپایم رو شنیدی؟ ها بله شنیدم همش را شنیدم. تو خاطر نشو، من حل میکنم. خیر تا بازدید. چی شده سردارم؟ یگون ناخوشی است؟ نه چیزی مهم نیست. سلیم تو این را گرفته سراغه آن شرکت ساختمانی را یاب. یک عکس شرف را هم با خودت گیر. رفته با آنها صحبت کن کو به شرف چه فروخته باشند. من اشرف سردار. چرا با من این طور نگاه میکنی؟ گفتن میخواهی که من قاتلم؟ کی زنگ میزند؟ جانم. جواب ده. کی میدوند باز چی دروغ میگوید؟ آخر نمیفهمد که من او را دیدن نمیخواهم. شاید مهم است جواب ده. آخر گوش میکنم. فریده باید حتما بخوری. چرا نمیفهمی که من دیگر با تو گپ زدن نمیخواهم؟ باید به من کمک کنی فریده. من به تو گفته بودم که دیگر بخوردن نمیخواهم. التماس فریده تو باید بیایی. من به تو احتیاج دارم. التماس. ببخش نمیتوانم. من نه تنها تو رو دیدن بلکه شنیدن و به یاد آوردن هم نمیخواهم. فریده التماس میکنم. چی میخواد؟ گریه میکند، کمک طلب میکند. معلوم است که مشکلی دارد. چی شد اینقدر سنگدل نبودی؟ دل من هم درد میکند شرف، اما بخشیدن نمیتوانم. رو دیدن نمیخواهم. یک امکانیت دیگر ده میگوید. اکنون چی کار میکنی؟
میکنن من هم با همین اتوبوس به استانبول نه اپا جان، در اتوبوس همه جایهای نشست بنده. هیچ گپ نه، در کرسی راه بلد میشینم. لازم شود راستا میروم. التماس من باید به استانبول روم. این ناممکن است اپا جان، مگر این طور میشود. پس بگویید من چطور روم؟ هر دقیقه یک اتوبوس میآید، با آن سوار میشوید. شاید از نیتشون گشتنده. نمیدانم چون این معجزه شده میتواند از اینجا رها یابم. انا بعد میبینی من با اونها چی کار میکنم. دنیا رو برایشون تنگ میکنم. در روی زمین یگان نفر از اویله افیگل نمیموند. شرف باشد زوره و توالا میکند که مرا هم کش. برادر مگر این خیلی میشود؟ حجت ها را دیده اجازه دادید، ما هم با شما باور کرده کار را سر کردیم، دینامیت ها را گذاشتیم. خودتون چند سون بودن ساعتی کاری این ماشین ها را میدونید. پولی کارمندان چی؟ جناب، من هم فرمان را اجرا میکنم و من گفتم که اجازه نامه را بیکار کنم. من هم برای اجرای وظیفه ام اومدم. اگر اعتراض داشته باشید به اداره شهرداری مراجعه کنید. این چه خیل کار است؟ برادر مگر این یگان راه ندارد؟ باید امروز این کار حل شود. یعنی میگویم به ما کمی کمک کنید. به فکرم راهش هست. بیا یک کوشش کن برادر. جناب، اگر من کوشش کنم احوالی همه وزن میشود. خوب است شما این گپ را نگفتید و من هم نشنیدم. یعنی بچه‌ها زود باشید. ماشین هایتان رو خاموش کنید. کار تمام شد. زود باشید. چیکار میکنی اکا؟ مگر نشنیدی امروز کار تمام. اکا دینامیت ها چی؟ یک نفر اینجا ماند تا صبح از بنا دور نرود. پگاه چاره‌اش را میبینیم. بچه‌ها بیاید بروید. مالک تو در اینجایی. بیاید بروید. کار تمام. جمع شد. بروید. اینش رو هم میگیری. آقای مامور، یک دقیقه شما رو ممکن؟ مرحمت. اون دو مرد کمی پیشتر مرا ناراحت کردند. همین دو نفر؟ بیارتیم. همین هو؟ بله بله همین هو. هر دوی شما ایسته. لبای آقای مامور، این زن از شما شکایت دارد. به فکرم او خطا کرده از ما رو نمیشناسید. یعنی شناسنامه‌تان رو برارد. این است تو. با کجا سفر داره؟ به استانبول. در اینجا چی کار میکنید؟ در انقره کمی کار داشتیم، از آنجا آمدیم. راست. اگر خواهی من هم روم. نه لازم نیست. اگر تو رو بیند گپ زدن نمیتواند. با کجا میروی؟ به خانه میروم. در خانه و میخوریم. آخر من چیکار میکنم؟ چی شد خانم کمیسر؟ برای بخشش پرسیدن زنگ زدی؟ عقلت به سر دارد.
یا پول شیرینی کرده ها؟ کدومش؟ الو؟ الو؟ نوبتی تو هم میرسد. چی شد؟ یگو چیز میخواستی؟ نه چندان مهم نیست. بله به دکان اومده بود. او چی خرید؟ در خاطر دارد؟ خیلی چیز خرید. سیمنت، خون، بیل، مسائل ساختمانی، همین خیلی چیزها. فهمم. تشکر. نمیارزد. سلامت باشید. رفیق کمیسر، فروشنده شرف را شناخت. به شما بدی زیاده کردم میدانم. این را نیکی نیو همچون عذر قبول کن. اما من باوری دارم که آقای ایغن بیگناه است. این کار را پینار و تیمور آن دو بیناموس کردند. حسابی من با پینار است. برای همین میخواهم که هر دویشان جزایشان را بینند. به این هم آنها گم شدند. شاید خواهش اجرا شد. اما تو با این یگان علاقه نداری. همینطور نی؟ فریده در این مسئله گپ زده بودیم. گوش کن. اگر از روی قهر و غضب کرده باشی تو را میفهمم. اما اگر آنها را نیابیم، این مرد تمامی عمر با موری قاتلی زندگی میکند و عذاب میکشد. شرف، مگر زندگی همون بیهوده نمیگذرد؟ مگر میارزد که برای آنها تو رو حبس کنند؟ چی میخوای که بعد از پدرم تو رو هم از دست دهم؟ خواطر نشد، این تم نمیشود. راحت باش. من با آنها علاقه ندارم. میشکنی مگر بند رو همینطور میبرن. مشکنم همه‌شون ریزم. از اینجا رهایی بم بس است. اینطور باشد دوام ده. تیمور اگر عقل داشته باشی تو هم با اون بندها آویزون شد. حالا از فکرشون گشتن باز بر میگردن. انا بعد کی ما رو از اینجا نجات میدهد؟
اینجا خیلی کم شد. نفس کشیدن نمیتوانم. حاضر از هوش میروم. التماس یکون کار کن. باز بهتر. وقتی مردن عذاب نمیکشیم. تو هم شنیدی؟ کسی هست؟ یاری دید. برو نجات ده. یاری ده در اینجایم. یاری ده در اینجایم. یاری ده در پس دیوارم. التماس نروید. یاری ده التماس ما رو برارد. شما در پس همین دیوارت؟ در همین جایم. یاری ده در اینجایم. من هم در همین جایم. گپ زنه. تو کیستی؟ کارچی کیست سبول احمقانه. باید دیوار رو شکنی. نفس گرفتن نمیتونم. در اینجا میمونم. آخر التماس. با چی شکنم؟ یگون چیز یاب. کمک طلب کن. اگر ما رو از اینجا براری به تو پول زیاد میدیم. بله زودتر. طاقت کنید. یگون کس رو یافته میارم. چطور به درون در آمدی؟ اکا یک دو چیز رو گرفتن میخواستم. زود نیست شو. در اینجا هیچ چیز نیست. اکا در درون یک زن و یک مرد است. از بالاشون دیوال برداشتن. باید کمک کنم. ابله باز دروغ هم میگویی؟ کنی زود از اینجا گم شو. همه جا پر از دینامیت است. اگر ترکت میدونی چی میشود؟ به آسمان میپری. کنی رو از اینجا. اینا رو میتر کنه؟ البته میتر کنه. اکا به خدا راست میگویم. در درون آدم است. دف شو از اینجا. گپ را بسیار نکن. کنی با من نگر. اکا به خدا من هیچ کاری نکردم. ایستو نترس. یک چیز را پرسم. کی تو را از اونجا پیش کرد؟ با فکرم پاسبان بود. در درون یگان کسی دیگر هم هست؟ نه ندیدم. باوری داری؟ باوری دارم. مالش را. اکا اصلا در درون دو نفر دیگر هم بود. کی؟ یک مرد و یک زن. در پس دیوار آنها را محکم کردند. با پاسبان هم گفتم اما او به من باور نکرد. اگر شما گوید شاید باور کنم. مایلش من گپ میزنم. تو حاضر رو با کسی چیزی نگوی فهمو؟ لیکن حتما گپ زنید. گفتن که بینا رو میتر کنند. میتر کنند؟ کی؟ نمیدونم. در همه جاش دینامیت گذاشتند. مایلش تو زود از اینجا رو. زودتر. کجا شدی جانم؟ فریده تو از کجا آمدنی مرا نمیدونی. باز آدمانی غالی پسم شدن. بس زور خلاص شدم. بیا به درون درویم. من وقتی زیاد ندارم. هرچی میخوایی زودتر گپ زن. فریده به درون درو میگویم. به درون. زودتر بیا. چرا مرا به اینجا آوردی؟ حاضر میبینی. این دیسک رو به امیر ده. در درون این نوارهای زیادی هستند. برای لجایم غالب رو کشیدن بسندند. تو چرا این دیسک رو به من میدهی؟ باز بچه همراه شدی؟
اگر که تو جسارت داشته باشی خودت برده ده. مرا با این کارها همراه نکن. من رفتن نمیتوانم، از پسم هستند. این را به خاطر اتیلا میکنی. میخوای خونی اتیلا در راه ماند. با اتیلا چی شد؟ چی شد با اتیلا مرد. شد. اما این گناهی اوست. لیکن از همه زیاد من گناهکارم. تو چی کار کردی؟ نپرس فریده. واقعا چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ التماس نپرس. به اینا هر روز عذاب وجدان میکشم. گیر یک بار برایش کاری نیکی بکن. هیچ نباشد یکی از گناهکاران جزایش را میبیند. تو چی طور خطاهایت رو جبران میکنی؟ من قاتل فرزندم شدم. از این دیده جزای بزرگتری شده میتوانم. سرده گفتم. سرده عبدالله. سرده با من. تر با آدابانشین. دعا کن تا رفیقم آندیس را یابد. آقای غالب شاید تو را بخشد. بیهوده سیق نشود، چون که من به این نمیارزم. ایستا، چی کار میکنی؟ من از پسرم میروم. ایستا نکن.
تیمور این کودک چرا نامد؟ شاید ترسیده باشد. آخر چرا میترسد؟ آمد، برگشت. در این جایم. رفیقانت را آوردی. بیا آخر چرا ایستاده ای؟ بیا زودتر ما رو نجات ده آخر.